سال 91 خبرهای پیشرفتی ارتش آزادی در سوریه رو اعصاب خامنه‌ای راه میرفت و تعادل روانی عظما رو به هم زده بود. به خاطر همین تیمیریش رو مأمور کرده بود تا با تمام استراتژیست‌های نم کشیده‌شون ثابت کنن که بحران سوریه داره تموم میشه. اما همین که دوربینشون تو دمشق روشن میشد، واقعیت صحنه این پرده‌های خالی رو جر و واجر میکرد. نیروهای ارتش در مناطق هرستا، زلمکا و داریا خسارات سنگینی را به گروه‌های مسلح وارد کردند. 500 متر با نیروهای ارتش فاصله دارن. اطمینان بدم به اون کسانی که خیال میکنن پایان سوریه با نابودی آقای بشار و حکومت سوریه خیلی دوره. همچنان ادامه دارد. تروریست‌ها در واقع تو خونه‌های مردم رفتن، مردم رو بیرون کردن و از اونجا تیراندازی میکنن. البته برای پی بردن به واقعیت قیام سوریه کسی سراغ تیمیریش نظام نمیره، چون مردم سوریه تصاویر خودشون رو از 1001 طریق دیگه به دنیا میرسونن. حتی این کوچولوی سوریه هم صداش رو همه‌گیر کرده. یا حماس حنا معك حتى الموت، یا حماس حنا معك حتى الموت، یا حماس حنا معك حتى الموت. بیماری بزبیاری دیکتاتورها تو سال 91 به اون یکی نوچه عظما تو عراق هم سرایت کرد. مالکی که اول سال تب و لرز استیضاح گرفته بود، بدورو رفت پیش اربابش تا یه سرم تقویتی بگیره. نتیجه درمان این شد که آخر سال تو همه شهرهای عراق پرچم خرچنگ نشان ولایت تو آتیش خاکستر میشد. این طور بود که نه تنها دردی از پسرخونده عظما دوا نشد، بلکه عصای زیر بغل خامنه تو عراق هم رفت رو می. با سرعت هرچی تمام‌تر وارد زمین بازی میشه تا بازیکن آسیبیده رو از زمین بازی خارج بکنن. بازیکن آسیبیده رو برمی‌دارن و از زمین بازی خارج می‌کنن. کسانی که داشتن برانکار و بازیکن آسیبیده رو داشتن خارج می‌کردند به زمین افتادن. حامله برانکار روی زمین افتادن، یکی نمازار آسیبی دیده. خلاصه این که دیگه توی این منطقه جای سفتی زیر پای خامنه پیدا نمیشه. سوریه، لبنان و عراق برای عظمای چلاق عمق استراتژی بود تا نشه ولایت و را، اما وضع اسداهه تو سوریه خراباهه داره میفته و بعد اونم نوبت ما میرسه. خامنه جان جای صفر نیست زیر پاها، باشو جمع کن یه کاری کن تو جهان نیست کسی باها. خامنه جان جای صفر نیست زیر پاها، باشو جمع کن یه کاری کن تو جهان نیست کسی باها. سال 91 سال دهن باز کردن یکی از نوابغ نظام بود، دهنی که یک شبه ره 100 ساله طی کرد و با گذاشتن فیلم‌های خودش تو دنیای مجازی تمام مشنگ‌های نظام رو لوله کرد. بله، بسیجی دهنگشا. با سلام و درود بر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای. بینندگان و شنوندگان عزیز توجه فرمایید. بینندگان و شنوندگان عزیز توجه فرمایید. هر کس که به جمهوری اسلامی ایران ایمان بیاورد و با آغوش او برگردد، ما صمیمانه پذیرای او هستیم و امیدوارم بازیگران، کارگردانان، نویسندگان، خبرنگاران و فعالین سیاسی که ناآگاهانه از کشور خارج شده اند به جمهوری اسلامی ایران بازگردانند. با سلام و درود بر ولی امر مسلمین جهان، فرمانده کل قوا، حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای. می‌خواهم برایتان مطالبی را عنوان نمایم که سوالاتی که خودتان برای من پیش آورده اید به آن جواب بدهم. آمریکا عادت کرده بود که رکورد اقتصادی خود را با ورود به جنگ جبران کند، اما امروز رکورد حاصل جنگ‌های آن شده است. حمیدرضا احمدآبادی، فعال دانشجویی و فعال سیاسی از ایران. اگه میخواید بدونی که این بسیجی گاگول
از کجا به این ایده رسید که این ژست ها رو بگیره؟ با ما بیایید به یکی از جلسات مدرنیزه کردن بسیج با مدیریت یک بسیجی صاحب سبک به نام عباسی. چند تا چیز رو توی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انقلابیون من باب کردم. یکی آستین کوتاه. تو میخوای بگی این اباحت داشته باشه، بعد آستینشو بزنی بالا. شما هر چی عکسای اون موقع منو ببینید، من همه آستینم بالاست. من همیشه آستینم بالا بود. پیرناشون همیشه روی شلوارشون بود. شما از همون اوایلی که من تو جبهه بودم می‌بینیدم پیرنم زیر شلوارمه. 62 63 من عینک ریبن می‌زدم، عینک امریکن اپتیک می‌زدم. 120,000 تومان. اون موقع که حقوق ما 10,000 تومان بود، من عینک امریکن اپتیک خریده بودم. عینک که میزنن، طرف شیشه ماشینشو کشید پایین نگاه میکنه، چشم اینو نمیبینه دیگه. چی میبینه؟ یه جفت مثلا عینک براشون بخری. خیلی هنره که شما یه آدمی که شما دستش میگرفته آستین کوتاه پوشیدن، ریشا رو آنکارت کردن، عینک ریبن زدن، ادکلون استفاده کردن، من باب کردم. البته این ژست و فیگورها چیزی از آمادگی جسمانی بسیجی‌ها کم نکرده. اینم یک بسیجی ولایت مدار در حال کسب مهارت‌های ویژه رزمی. یکی از پاتک‌های تیویریش در جنگ نرم وارد شدن تو عرصه ترانه‌های خارجی بود تا بتونه عرصه رو برای تاثیرگذاری رقبایی مثل یوتو و گریندیز تنگ کنه. این شما و این جواد بونجوی نظام. You are not far from me. I feel you here. I release myself in your heart with no fear. You are great and kind. You are great and kind. You are always in my mind. البته میزان موفقیت این بابا رو میشه از واکنش‌های مجری صحنه اندازه گرفت. بله، این هم سرانجام ادا در آوردن تو تیوی ریشه که میتونه بعضا خیلی خنده‌دارم باشه. Go ahead, JC, your turn. You're doing a good job, man. All right. Look at him go. All right. عنوان سوتی نمونه سال به این مجری برنامه زنده تیویریش تعلق میگیره که اصطلاح سنگ روی یخ شدن رو به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده و این اتفاق فکر می‌کنم برای اولین بار در جهان اسلام داره میفته که در یک نقطه رفیع و طبقه فوقانی برج میلاد جناب استاد رحیم خاکی حضور دارن، میخوان یک تلاوت به یاد ماندنی و خاطره انگیز رو انجام بدن. من به جناب استاد رحیم خاکی سلام میگم، با افتخار در خدمت شما هستیم. بنده و بینندگان محترم سراپا و گوش هستیم که تلاوت زیبای شما رو از طبقه فوقانی برج میلاد بشنویم. در پایان توجه شما رو به دو پدیده استثنایی جلب می‌کنیم که علاقه بسیار زیادی به دیده شدن در جلوی دوربین دارند. یک بسیجی و یک شتر. الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما سرکار خانم حسیدو و همه بینندگان محترم شبکه خبر سلام عرض می‌کنم. همینک از خیابان انقلاب و ضلع شرقی دانشگاه تهران به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستم. به خیابان‌ها آمدن تا یک بار دیگر نفرت و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام بکنند.
همه جا که میریم تو هم هستی. جریان چی؟ علاقه دارم تصویرم بیام. به حرفه شما خیلی علاقه دارم، خیلی. اون وقت فکر نمی‌کنی مثلا بعضی جاهاش اصلا مزاحمت هم ایجاد بشه؟ والا علاقه دارم، عشق علاقه باشه دیگه چی؟ علاقه. تصویر سخش علاقه داری؟ آره شب میشینم خودم تمام وقت‌های خبر. Harran ilçemizdesiniz. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl gördünüz Harran'ı? Vallahi yani severek geldik buraya. Hoşumuza gitti. Gezdik, kaleyi gezdik. Harran'ı, evlerini gezdik. Yani muhteşem de biraz bakımsız, kale bakımsız. Onu